روانگاه سوریه یا مافیا مروان راگهاند گود انجام بمب باران کرنا بالا فرن رژیم سوریه لچند پارێزگەهان ده نزیکی 42 زاروکان ژیان خو جدستانه. ریوبری روانگاه سوریه یا مافیا مروان رامی عبدالرحمن ده داخیان یکی ده راگهاند گو بمب باران کرنا باجار و باجاروکین سوریه بردوامه و دناوا 36 ساعتین بوریده 42 زاروک ژیان خو جدستانه. گو پرانیا وان ج پارێزگەهên حلب و ادلبینه. 25 زاروک شوا یک شمه و 17 جی شوا شمیه دوان اپراسیونان ده هاتنه کشتن. ریوبری روانگه تکس کر کو بشک جوان قربانیا جبر برمیلن بومبکری ین کو بالافرن رژیمه به سر خلکن سیویل ده آویدین جیانا خواج دست دانه کو او برمیل روژه یک شمه به سر باجاروک هبیت ادلبه ده کتنه و ده انجام ده 5 زاروک و 5 کس جیانا خواج دست دانه. رامی عبدالرحمن ده داخویان یا خوده گوت لی پارێزگاه حلب جی 5 زاروک ده انجام اپراسیون هوایی ده هاتنه کشتن و لشام جی بالا فرن رژیمه اپراسیون خواه سر تاخت جوبر بردوام دکه و حتی نهات یزانین که هجمار قربانیان چندن. روانگه دیار کر کو چکدارن داعش دناوات 10 روژن بوریده 31 کس جهیزن دجبریه و خلکن سویل کشتنه.